صبر کن، من اینجا نیستم که یه سری کوچر راجع به تمرکز بهت بگم. اگه میخوای واقعا روی چیزای مهم تمرکز کنی، بهترین نتیجه رو بگیری، فقط همین ویدیو رو لازم داری. میدونی من انقدر حواس پرت بودم که توی اولین تجربه کاریم رسما یکی از همکارام بهم گفت کتاب کار عمیقو بخون، چون حواس پرتی من تمرکز اونا رو هم به هم میریخت. به من اعتماد کن و تا آخر ویدیو با من باش. فرقی نمیکنه که کار میکنی، درس میخونی یا حتی داری تمرین میکنی، تو نیاز داری که مغزت حسابی متمرکز باشه. ولی خب بیاید رو راست باشیم، تمرکز کردن یکی از سخت‌ترین کارها توی دنیای مدرنه. کمپانی‌های میلیارد دلاری دارن تمرکزتو میدزدن با جذاب‌ترین تله‌های روانشناسی و تو روحت هم خبر نداره. یه لحظه داری کار میکنی، لحظه‌ای بعد میبینی 1 ساعته که توی اکسپلور اینستایی. خوشبختانه توی این موضوع تو تنها نیستی. دیپ فوکس یا همون تمرکز عمیق یه مهارته که میتونی تمرینش کنی و توی این ویدیو یه سیستم گام به گام بهت میدم که چطور وارد حالت تمرکز عمیق بشی و کار بیشتری رو تو زمان کمتر انجام بدی. برای تمرکز عمیق یه راه بیشتر وجود نداره. باید تمام حواس پرتی‌ها رو حذف کنی. گوشیتو یه مدت از دسترس خارج کن. بازیو فعلا تعطیلش کن. رفیقی که دائم داره از بدبختیاش بهت میگه و انرژی تو رو میگیره، باید باش تکلیفتو روشن کنی و یه مرز بذاری بین دوستیتون. ببین یه حقیقت تلخ وجود داره. مغز ما برای این همه بمباران اطلاعاتی و پردازش چند صد احساس مختلف در دقیقه درست نشده. هر بار که یه نوتیف میاد و گوشیتو چک میکنی یا میری اکسپلور گردی، انگار تمرکزت ریست میشه. 20 دقیقه زمان میخوای تا تمرکزتو دوباره پس بگیری. تمام مقالات علمی این موضوع رو ثابت کردن. گوشی رو بذار یه اتاق دیگه، سایتایی که حواستو پرت میکنن رو ببند یا بلاکشون کن. برای شبکه‌های اجتماعی هم واسه خودت محدودیت بذار. یه لحظه بهش فکر کن، چقدر داری زمانتو پای گوشی هدر میدی؟ احتمالاً ساعت‌ها. اون ساعت‌ها رو پس بگیر، ببین چقدر جلو میفتی و خودت تفاوتش رو احساس میکنی. مغز عاشق عادته. قبل از اینکه کارو شروع کنی یه آینه ساده برای تمرکز انجام بده. میتونه مدیتیشن باشه یا مثلا یه موزیک خاص. این کار به مغزت میگه تق تق الان وقت تمرکزه. ورزشکارای حرفه‌ای قبل بازی‌های بزرگ همین کارو انجام میدن. تو هم قبل کار عمیق باید همین کارو انجام بدی. یه عادت پیش از تمرکز رو پیدا کن که برات موثر باشه. حتی یه چیز ساده مثل تمرین تنفس. تمرکز عمیق حدود 10 تا 15 دقیقه زمان میبره، اما بیشتر مردم هرگز به اون مرحله نمیرسن چون خیلی زود بیخیالش میشن. پس کاری که باید بکنی اینه، فقط 15 دقیقه به کار عمیق متعهد شو بدون حواس پرتی. بعد از این 15 دقیقه چه اتفاقی داخل مغزت میفته؟ وارد یه حالتی میشه که بهش میگن فلو استیت یا غرقگی. تو این حالت احساس رضایت کامل داری از فعالیتی که داری انجام میدی و این هم چالش برانگیزه و هم رضایت بخش. زمان واسط معنی نداره و نتیجه‌های خیلی خوبی میگیری. رازش اینه که مغز عاشق دوپامین و پاداشه. اگه تمرکز کردن برات سخت باشه و اذیت بشی، هیچ وقت وارد اون حالت غرقگی نمیشی. یه سری کار هستن که میتونی انجام بدی و تمرکزت بیشتر میشه و کار کردن برات جذابتر میشه. موسیقی بی کلام گوش کن. این یکی رو خودم همیشه انجام میدم و واقعا تاثیر داره. اگه اکانت اسپاتیفای نداری و نمیخوایم وسط کار یهوی تبلیغ بیاد و اعصابتو به هم بریزه، من یه پلیلیست از موزیکایی که برای تمرکز موقع کار کردن گوش میدم و برات آماده کردم و مطمئنم که بهت کمک میکنه حین درس خوندن، کار کردن و حتی مدیتیشن متمرکز تر باشی. پس پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو داخل کانال تلگرامم جوین شو. آیدی کانال رو هم داخل دسکریپشن و هم ویدیوها پین کردم. کاراتو تبدیل به چالش‌های کوچیک کن. بعد از اینکه خوب تمرکز کردی به خودت پاداش بده. وقتی مغز از کاری که میکنی لذت ببره، دیگه خیلی به انگیزه داشتن نیازی نداری. اگه میخوای واقعا متمرکز بشی، پیدا کردن یه جای خفن که فقط برای تمرکز باشه واقعا حیاتیه و خب بهتره که مینیمال و خلوت نگهش داری. فقط وسایل مهمو بذار روی میزت. توی جای تمیز و آروم کار کن. اگه لازمه از هدفون استفاده کن. مثلا جی.کی رولینگ برای تمام کردن سری کتابای هری پاتر میرفت یه اتاق کامل توی هتل میگرفت یا توی کافه کار میکرد تا حواسش پرت نشه. یا حتی بیل گیتس در سال هفته یه بار میرفت توی کلبه خودش فقط واسه فکر کردن و تمرکز مطلق بدون هیچ گونه حواس پرتی.
من خودم برای تمرکز کردن میرم کافه کتاب، کاری که اگه توی خونه باشم 3 روز طول میکشه اونجا توی 1 روز انجام میشه. پس تو نیاز داری به یه محیطه بدون حواس پرتی. اگه این مراحلی که گفتم رو انجام بدی میتونی تمرکز فوق‌العاده‌ای داشته باشی، کاراتو سریعتر انجام میدی، بهتر یاد میگیری و خیلی پیشرفت میکنی. چون بیشتر مردم همیشه حواسشون پرته و تمرکز میتونه سلاح تو برای پیشرفت باشه. حالا بزرگترین چیزی که حواستو پرت میکنه چیه؟ توی کامنت برام بنویسش و یادت باشه فردایی وجود نداره، همه چیز امروز رقم میخوره. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.